سلام، من محسن هستم از ویرجینیا. اینجا اومدم و حمایت خودم رو از این جنایتی که تو قرارگاه اشرف اتفاق افتاده اعلام کنم و از رئیس جمهور آمریکا میخوام که هرچه زودتر این جنایت هولناک که در قرارگاه اشرف اتفاق افتاده و 31 نفر تا الان کشته شدن جلوشو بگیره و از تمام ایرانیای وطن دوست، ایران دوست هم میخوام که به عنوان یه ایرانی حمایت خودشون رو اعلام کنن و از این جنایت هولناکی که به دست مالکی جنایتکار و خامنه‌ای ملعون اتفاق افتاده جلوش به عنوان یه ایرانی آزاده بیستن و حمایت کنن. خیلی ممنون.